نخستین رهبری بخش تاجیکی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی مارکیل دانیل که در بین شنوندگان با نام مظفر عارفی معروف بود 20 ایول سال 2026 در شهر نیویورک درگذشت. او 7 نوامبر سال 1931 در شهر سمرقند به دنیا آمده در سالهای جنگ دوم جهانی به تاجیکستان کوچیده و در دوشنبه کارو زندگی کرده است. کاتب مسئول تاجیکستان سوویتی حاضر نشریه جمهوریت بود. سال 1973 از اتحاد شوروی به اسرائیل کوچید و پس از 2 سال کار را در رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی سر کرد. جزیره سنت سایمونز شتات جورجیا پرزیدنت آینده شتات‌های متحده کرد. اولین پیشنهاد او به مأموران رادیوی آزادی در شهر میونخن آلمان تأسیس بخش علاهیده برای پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی بوده است. سال 2023 او در صحبتش با همکارانمان آن حالت را به یاد آورد. شعبه ترکستانی بود، ترکستانی 1، ترکستانی 2. این اولا همین بی‌عدالتی برطرف کردن در کار بود. درباره تاجیکستان یکون معلومات مکمل نداشتن رهبریت. من مراجعه کردم، گفتم تاجیکستان این ریسپوبلیکی مستقل زبان تاجیکی برای در افغانستان هم در ایران فهما میشنوند، اما وقتی که یک دو کس یک شعبه از شعبه ترکمنستان سرداری میکنند، اونا یک چیز دیگه ترجمه میکنند و دیگر نیست. گفتم اینو دیگر کردن نکن. خواهشمندم که اگر بینیتون شعبه مخصوص تاجیکی گشاده شود. تلاش دیگری مارکیل دانیل دعوت خبرنگاران از تاجیکستان بوده است تا برنامه‌ها مثل برنامه‌های محلی تاجیکی صدا دهند. خوشبختانه امریکایی‌ها فهمیدن، با کمال خرسندی راضی شدن. کنید چی میخواهید؟ من گفتم برای این کادر لازم، از کجا میگیرید؟ در سالهای جنگ سرد پیدا کردن خبرنگاران از داخل تاجیکستان آسان نبود و از این رو در تهیه برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بیشتر از نامه شنوندگان و روزنامه و مجله‌های استفاده می‌کردند که در تاجیکستان نشر می‌شد. مارکیل دانیل در مقام رهبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی 20 سال کار کرد. سال 1995 پس از کوچیدن قرارگاه رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی از شهر میونخن آلمان به شهر پراگ در جمهوری چک، او بازنشسته و در نیویورک مقیمی شد، جایی که دوران پیریش را در کنار عائله‌اش گذراند. مارکیل دانیل در نیویورک هم مدت برای رادیوی آزادی گزارش‌ها تهیه می‌کرد و همچنان تا آخر عمر عضو شورای محرران نشریه جماعه یهودیان بخارا در امریکا بخاریان تایمز بود. این نشریه که در نیویورک به تب می‌رسد در مطلب او را استاد، روزنامه‌نگاری ورزیده و شخصی صادق به ارزش‌های آزادی بیان نامید. کسی که به نوشته همین نشریه بخش زیادی عمر خود را صرف روزنامه‌نگاری کرد و از مصحح نشریه‌های محلی تا رهبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی رسیده بود.